لطفاً مراقب مامان باش. نویسنده شین کیونگ سوک. راوی رویا فلاحی. 1 هفته از گم شدن مامان می‌گذشت. همه در خانه برادر بزرگم هیونگ چول جمع شدیم. بعد از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده تصمیم گرفتیم آگهی چاپ کنیم. برادر کوچکترم خبر گم شدن مامان را در صفحه فروشگاه آنلاینش پست کرد. هر جا که احتمال می‌دادیم مامان رفته باشد گشتیم. هرچند مطمئن بودیم مامان نمی‌تواند تنها جایی برود. از آنجا که شغل من نوشتن بود، هیونگ چول مرا مأمور این کار کرد. بعد از عمری نوشتن دست پاچه شدم. انگار با قلم بیگانه بودم. نمی‌دانستم واژه‌هایم چقدر به پیدا شدن مامان کمک می‌کند. مشخصات مادر را نوشتم. تاریخ تولد 24 جولای 1938. پدر لب باز کرد. 1936. شناسنامه‌اش 38 ولی در واقع 36 به دنیا آمده. هیچ وقت این موضوع را نمی‌دانستم. پدر گفت در گذشته همه شناسنامه ها را دیرتر از تولد می گرفتند، چون خیلی از بچه ها بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. می خواستم تاریخ تولد را اصلاح کنم، اما هیونگ چول مانع شد. مهم شناسنامه است. به این فکر می کردم که تاریخ 24 جولای واقعی است یا نه. تولد مامان و بابا به هم نزدیک بود. برای همین مامان می گفت لازم نیست 2 تا تولد بگیریم. تولد بابا 1 ماه قبل از تولد مامان بود. همیشه روز تولد بابا در خانه پدری جمع می شدیم و تولد هر دویشان را جشن می گرفتیم. مامان عاشق زمانهایی بود که این جمع 22 نفره را کنار خود می دید. عاشق سر و صدا و خوشوبش بچه ها و نوه هایش بود. از چند روز قبل غذای محبوبمان را می پخت. روغن کنجد می گرفت و به هر کداممان 1 شیشه می داد. وقتی منتظر بچه ها بود به وضوح شاد و سرزنده می شد. موقع حرف زدن با همسایه ها غرور خاصی در لحن و صدایش می دوید. خانه مامان شبیه کارخانه مواد غذایی بود. همه چیز را خودش درست می کرد. از رب گرفته تا آب میوه های مختلف و خمیر غذاهای گوناگون. آگهی تکمیل شد. نام پارک سو نیو. تاریخ تولد 24 جولای 1938. مشخصات ظاهری: موهای کوتاه جوگندمی، گونه های برجسته، قد متوسط. آخرین بار در متروی سئول بوده، با پیراهن آبی روشن، ژاکت سفید و دامن طلایی چیندار. مدتی بود مامان از عکس گرفتن خوشش نمی آمد. برای همین آخرین عکسش مربوط می شد به تولد 70 سالگی بابا. مامان موهایش رو در آرایشگاه درست کرده بود. رژ لب قرمز زده بود و پیراهن قشنگی به تن داشت. برادر کوچکترم معتقد بود مامان با این عکس پیدا نمی شود، چون با ظاهر فعلیش خیلی متفاوت است. می گفت همین عکس رو در صفحه‌اش گذاشته و مشتری‌ها در بخش نظرات نوشتند مادرت خوشگله، شبیه کسایی نیست که گم میشن. تصمیم گرفتیم پی عکس دیگری باشیم. هیونگ چول گفت چند جمله دیگه هم اضافه کن، چیزی که تأثیرگذار باشه. نوشتم لطفاً کمک کنید مادرمان را پیدا کنیم. گفت زیادی ساده است. نوشتم مادرمان گم شده. گفت زیادی رسمیه. نوشتم مامان ما گم شده. گفت زیادی بچگونه است.
نوشتم در صورت مشاهده ایشان با ما تماس بگیرید. هیونگ چول عصبی شد. مطمئنی نویسنده‌ای؟ برادر دومم گفت اگه مجرگونی بدیم تأثیرش بیشتره. همسرش گفت مبلغش هم قید کنیم بیشتر توجه میکنن. پرسیدم چقدر بنویسم؟ برادرم گفت 1,000,000 وون. هیونگ چول گفت کمه. همسر برادرم گفت 3,000,000. هیونگ چول گفت خیلی کمه. گفتم پس 5,000,000. دیگر کسی اعتراضی نکرد. گفتم باید یکی رو استخدام کنیم آگهی‌ها رو پخش کنه. هیونگ چول گفت خودمون هستیم. در طول هفته وقت داریم. آخر هفته هم با هم پخش میکنیم. اعتراض کردم با این سرعت کم چطور قرار مامانو پیدا کنیم؟ هیونگ چول گفت چی کار کنیم؟ هر کاری از دستمون بر اومد انجام دادیم. منظورت آگهی چاپ کردن تو روزنامه است؟ خب میگی چی کار کنیم؟ راه بیفتیم دور شهر دنبال مامان؟ اگه اینجوری پیدا میشه من حرفی ندارم. دست از بحث و جدل با هیونگ چول برداشتم. پدر رو خانه او گذاشتیم و رفتیم. اگر مانده بودیم مثل زمانی که خبر گم شدن مامان را شنیدم حرفمان میشد. آن روز عصبانی گفتم این همه آدم یه نفر نرفته دنبال مامان و بابا؟ پرسیدن خودت کجا بودی؟ ساکت شدم. منی که خبر گم شدن مامان را 4 روز بعد از گم شدنش شنیده بودم. همه یکدیگر را به بهانه‌های مختلف سرزنش کردیم. از خانه هیونگ چول بیرون آمدیم. سوار مترو شدیم و به سمت خانه رفتیم. بین راه در ایستگاه سئول پیاده شدیم. همان جایی که مامان گم شده بود. ساعت 3 بود. همان ساعتی که مامان گم شده بود. آدم‌ها مدام تنه می‌زدند و راهشان را می‌رفتند. حتما آن روز هم به مامان تنه زدند و مامان هاج و واج مانده. دورترین خاطره‌ای که از مامان دارم برمیگردد به روزی که می‌خواست برایم لباس بخرد. پیراهن پرچینی انتخاب کرده بود که اصلاً دوستش نداشتم. اصرار داشت یک بار بپوشم شاید خوشم بیاید، اما حاضر نشدم. کاش آن پیراهن را می‌پوشیدم. خیره به رفت و آمد آدم‌ها روی سکویی نشستم که شاید مامان هم نشسته بود. به این فکر می‌کردم که وقتی دست مامان از بابا جدا شد کجا بودم؟ همراه دوستانم در نمایشگاه کتاب پکن بودم. کتابم را ورق می‌زدم که به زبان چینی ترجمه شده بود. لحظه‌هایی در زندگی پر از ای کاش است. کاش وقتی بابا میگفت نیازی نیست کسی دنبالمان بیاید، بچه‌ها مثل همیشه مخالفت می‌کردند. کاش مامان و بابا تاکسی سوار می‌شدند و به مترو نمی‌رفتند. کاش ما به دیدن مامان و بابا رفته بودیم. کاش مامان منتظر می‌ماند تا کسی دنبالش برود و هزار ای کاش دیگر. شنبه‌ها مترو از روزهای دیگر شلوغ‌تر است. وقتی دست مامان از بابا جدا شد و بابا ایستگاه سئول را رد کرد، من کجا بودم؟ همراه دوستانم به شهر ممنوعه پکن رفتم. شهری که بزرگترین مجموعه معماری چوبی را در جهان دارد. درست زمانی که دروازه‌های محکم شهر را تماشا می‌کردم، مادرم در ایستگاه سئول سرگردان بود. این را از کسانی که آنجا بودند شنیدم. می‌گفتند پیرزنی را دیدند که آهسته راه می‌رفته. مدتی روی سکوها و پای پله برقی منتظر بوده و بعد سوار مترو شده. چند ساعت بعد هم مامان گم شد. همان موقع که همراه دوستانم مشغول صرف شام بودم. پدر در ایستگاه بعد پیاده شده و به ایستگاه سئول برگشته بود. اما مامان آنجا نبود.
همسر برادرم میگفت مگه میشه؟ فقط به خاطر اینکه از مترو جا مونده گم شده؟ همه جا تابلو هست. اصلا چرا شماره یکیتون نگرفته؟ این همه تلفن عمومی. حتما اتفاقی افتاده. گفتم نه، ممکنه گم شده باشه. چشمهای همسر برادرم گرد شد. گفتم تو که میدونی مامانی روزا چه حال و روزی داشت. چهرهش میگفت متوجه حرفهایم نمی شود. اما خانواده‌ام خوب میدانستند چه میگویم، چون میدانستند مامان سواد ندارد. هیونگ چول بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه روستا برای کار به شهر رفت. اولین نامه را من از قول مامان برایش نوشتم. اولین بار بود که مامان از فرزندش جدا می شد. تلفن نداشتیم. نامه‌نگاری تنها راه ارتباطی بود. مامان همیشه زمان رسیدن نامه‌های هیونگ چول را می دانست. هر جا بود خودش را به خانه می رساند تا نامه را شخصاً تحویل بگیرد. بعد هم منتظر می ماند تا من از مدرسه برگردم و نامه را برایش بخوانم. هیونگ چول نامه‌هایش را با مادر عزیزم شروع می کرد. حال بقیه را می پرسید و از حال خودش می گفت. روزمرگی‌هایش را تعریف می کرد. مثلا می گفت لباسهایش را به همسر پسرعموی پدر داده تا بشوید. یا خیال مادر را از خورد و خوراکش راحت می کرد. از کارش می گفت و اینکه در شهر هر کاری پیدا می شود. حتی گاهی می گفت می خواهد موفق شود و زندگی بهتری برای مادر بسازد. خواندن نامه که تمام می شد، مامان جواب را می گفت و من می نوشتم. همیشه از آب و هوا شروع می کرد و بعد به توصیه های مادرانه می رسید. از هیونگ چول می خواست غذایش را به موقع بخورد و مراقب خودش باشد. همیشه نوعی شرمندگی در کلامش بود. می گفت ببخشید کاری از دستم بر نمیاد. نامه که تمام می شد چشمهایش خیس اشک بود. من سومین فرزند مامان و بابا بودم. هر یک از برادرانم که برای کار به شهر می رفتند غم مادر را می دیدم. بعد از رفتن هیونگ چول هر روز موقع کارهای خانه مثل شیشه پاک کردن، شستن کوزه ها و ظرف ها، زیر لب آهنگ غمگینی زمزمه می کرد و اشک در چشمهایش حلقه می زد. مامان آنقدر هیونگ چول را دوست داشت که حتی در زمان مدرسه‌اش وقتی نیمه شب به خانه برمیگشت برایش سوپی مخصوص درست می کرد که همه ما عاشقش بودیم. مامان مایه سوپ را در کوزه‌ای برای هیونگ چول قایم می کرد. اما نیمه شب که گرمش می کرد عطر مطبوعش در مشاممان می پیچید و بیدار می شدیم. مامان می گفت برین سر جاهاتون، برین بخوابین. اما ما به هیونگ چول خیره می شدیم و او مجبور می شد برخلاف میلش نفری یک قاشق سوپ به ما بدهد. مامان آب را در قابلمه می ریخت تا برای ما هم سوپ بپزد. وقتی هیونگ چول به شهر رفت مامان با دیدن کوزه سوپ‌های مخفیانه بغض می کرد. بغلش می کردم، بغضش می ترکید. کاری برای دلتنگیش از دستم بر نمی آمد جز اینکه نامه برادرهایم را برایش بخوانم و حرفهای مادر را برایشان بنویسم. اما حتی آن موقع هم متوجه نشدم که مادر سواد خواندن و نوشتن ندارد. خیال می کردم مثل بقیه کارهای روزمره سخت است. می خواستم کمکی کرده باشم. بعد از رفتن من از خانه مادر از کسی نخواست برایم نامه بنویسد. البته من هم چیزی نمی نوشتم چون دیگر از طریق تلفن عمومی روستا با هم در تماس بودیم. بلندگوی بزرگی در روستا نصب کردند و کدخدای ده نام کسی را برای جواب دادن به تلفنی از سئول صدا می زد. تا پاییز سال گذشته خیال می کردم مادر را خیلی خوب می شناسم. اما وقتی روزی سرزده به خانه رفتم و مادر از شلختگی خانه خجالت کشید، فهمیدم تبدیل به مهمان شدم. مهمانی غریبه. شاید این اتفاق همان موقع افتاد که از روستا رفتم.
وقتی که دیگر مامان دعوایم نکرد و تشر نزد. بچه که بودم همیشه وقتی خطایی ازم سر میزد مامان به هم میگفت از دست تو دختر. این جمله را برای فرق گذاشتن بین من و خواهرم با برادرهایم هم میگفت، یا زمانی که از طرز راه رفتن، نشستن و غذا خوردنمان راضی نبود. یک روز زمستانی که کنار چاه ایستاده بودم و کفشهایم را برای مراسم سال نو تمیز می‌کردم، مامان بی مقدمه گفت خیلی باید درس بخونی که زندگی بهتری داشته باشی. آن موقع منظورش را نفهمیدم. هرچه سرزنش‌های مامان بیشتر می‌شد، بیشتر او را مامان صدا می‌زدم. امنیت خاصی در لفظ مامان نهفته است. مامان نسبت نزدیکی با مأمن دارد. مامان یعنی حتی اگر کار بدی کردم دوستم دارد. مراقبم است، کنارم میماند و نوازشم میکند. دلم از هر کجا گرفته باشد با او حرف میزنم. حتی حالا هم که گم شده صدایش میزنم. میخواهم باور کنم حالش خوب است. مثل همیشه قوی است و هیچ چیز از پادرش نمیآورد. پاییز سال گذشته که برای سر زدن به پدر و مادرم به خانه برگشتم، در حیاط و در خانه باز بود. چند لحظه همانجا ایستادم. بعد مامان را صدا زدم. اما جوابی نیامد. نور نارنجی غروب خانه را رنگ کرده بود. رفتم تو. اتاقها را دنبال مامان گشتم. اما نبود. خانه به هم ریخته و ظرفهای کثیف توی سینک ظرفشویی جا خوش کرده بود. مدام مامان را صدا می زدم. اما جواب نمی داد. حیاط هم به هم ریخته بود. لانه سگ خالی و زنجیرش گوشه‌ای رها شده بود. سرانجام مامان را روی تخت چوبی داخل حیاط پیدا کردم. بی حال افتاده بود. سرش را توی دستهایش گرفته و لبهایش از هم باز مانده بود. بالاخره چشمهایش را باز کرد. انگار مرا نشناخت. صورتش از شدت درد سیاه شده بود. روی تخت نشستم و سرش را روی زانویم گذاشت. چطور در این وضعیت تنهایش گذاشته بودند؟ عصبی شدم. عذاب وجدان گرفتم. هیچ وقت مامان را آنطور ندیده بودم. به چشمهایم خیره شده بود. هیچ حسی در نگاهش نبود. آرام نامم را صدا زد و گفت خواهرم که مرد، حتی نتونستم گریه کنم. مراسم خاک سپاری خاله‌ام بهار بود. من آنجا نبودم. خاله بیش از 1 سال مریض بود. هیچ وقت به ملاقاتش نرفتم. فرصت نشد. بچه که بودم خاله برایم مادری کرد. تابستانها برای دیدنش به کوهستان می رفتم و با او زندگی می کردم. بین خواهر و برادرها مرا از همه بیشتر دوست داشت. شاید چون بیشتر از بقیه شبیه مامان بودم. زندگی با من انگار کودکیش با مامان را برایش تداعی می کرد. خاله به سرطان مبتلا شد. خاله از دنیا رفت. مامان گفت اگه سرت شلوغه نمیخواد بیای. حتی اگر مامان هم نمی گفت فرصت نمی کردم بروم. سخت درگیر کار بودم. بعداً شنیدم خود مامان هم به قبرستان نرفته. تعجب کردم. مثل بقیه خواهر و برادرهایم. وقتی مامان گفت برای خواهرش گریه نکرده، گفتم چرا؟ باید گریه می کردی تا سبک شی. حال مامان کم کم جا می آمد. گفت دیگه نمیتونم گریه کنم. سرم داره میترکه. چین و چروک ها صورت مامان را عوض کرده بود. گرد پیری به چهرهش نشسته بود. دیگر نمیشد ادعا کنم او را خوب میشناسم. دایی قبل از مرگش هر 4 شنبه به دیدن مامان می آمد. با دوچرخه دوری در حیاط می زد. بعد با صدای بلند می گفت
خواهر، همه چی رو به راهه؟ و پیش از آن که مامان به حیاط برسد می گفت من رفتم. مامان و دایی زیاد صمیمی نبودند. دایی پیش از تولد من پول زیادی از بابا قرض گرفته و هیچ وقت آن را پس نداده بود. مامان همیشه به این دلیل از دایی دلخور بود و نسبت به بابا و عمه احساس دین می کرد. 4-5 سالی از دایی خبر نداشتیم. مامان گاهی می پرسید یعنی داییت کجاست؟ چی کار میکنه؟ معلوم نبود این را از نگرانی میپرسد یا دلخوری. حال و روز مامان را که دیدم تصمیم گرفتم برنگردم. مخصوصاً که پدر هم به سفر کاری رفته بود و 2 روز دیگر برمیگشت. حال مامان بهتر شد، اما سرش هنوز درد میکرد. به او گفتم باید به پزشک مراجعه کند، اما گفت همیشه این سردردو دارم، منتها گاهی غیر قابل تحمله. نمیدانستم بابا و بچه ها از این سردردها خبر دارند یا نه، اما تصمیم گرفتم به آنها خبر بدهم و مامان را در اولین فرصت ببرم بیمارستان. کمی بعد مامان پرسید بر نمیگردی؟ با اینکه فردا قرار داشتم، اما گفتم شب کنارش میمانم. مامان خوشحال شد و لبخند زد. کنارش نشستم و برایش تعریف کردم که یکی از کتابهایم به خط بریل چاپ شده. پرسید خط بریل چیه؟ خطی که نابیناها از روش میخونن. جزئیات سخنرانی و سوال و جوابم با مخاطبهای نابینا را برایش گفتم. مامان با آرامش گوش میداد و لبخند میزد. گفتم یکیشون گفت وقتی داستانمو خونده دلش میخواسته تو همون موقعیت ها باشه. پرسید خودم هم سوار اون قطار شدم یا نه. اما خب من اون کتابو 10 سال پیش نوشته بودم، یادم نبود. مجبور شدم بحثو عوض کنم. حرفایی زدم که هیچ وقت در مورد اون کتاب نزده بودم. مامان پرسید چه حرفایی؟ گفتم اگه میشد دوباره کتابو بنویسم جور دیگه ای می نوشتم. مامان گفت واقعا؟ آره، آخه چیزی رو که وجود داشت انکار کردم. مامان در تاریکی شب به من خیره شد و گفت چرا؟ باید آزاد باشی، باید هر چی حس میکنی بنویسی. دستش را آرام روی دستم گذاشت و نوازشم کرد. دوباره گفت تو داستانای قشنگی تعریف میکنی. تعجب کردم. من؟ آره، قصه ها تو دوست دارم. میدانستم آنچه برایش گفتم آنقدری تعریفی نبوده. ماجرای ساده ای را فقط کمی متفاوت روایت کردم. یادم اومد از وقتی به شهر رفتم جواب مادر را بی‌حوصله میدادم. زخم زبان میزدم که آخه تو چیه میدونی؟ چرا میخوای بدونی که چی بشه؟ مدتی بود جوابش را کوتاه و سربالا میدادم. انگار زندگیم دیگر وجه اشتراکی با مادرم نداشت. حالا تازه میفهمیدم چند وقت است یک دل سیر با او حرف نزدم. با چنان علاقه و دقتی گوش میداد که انگار سردردش خوب شده بود. یکی از کتابهایم را برداشتم و ورق زدم. روی خط بریل دست کشیدم. چیزی از آن نمیفهمیدم. به این فکر افتادم که چه کسی خواندن و نوشتن یادم داد. برادر دومم، آرامترین فرد میان خواهر و برادرهایم که مادر از او خواسته بود به من آموزش دهد. برادرم از من خواست چند بار از روی اعداد و حروف بنویسم. چپ دست بودم، اما هر بار مداد را به دست چپ می گرفتم برادرم به دستور مادرم خطکش را روی دستم می زد. مامان معتقد بود چپ دست بودن اشک آدم را در می آورد. موقع غذا خوردن قاشق را از دست چپم بیرون می کشید و به دست راستم می داد. اگر مقاومت می کردم با همان قاشق
ضربه‌ای به پشت دستم میزد. دست چپم به خاطر کتک‌هایی که می‌خوردم ورم کرده بود، اما به محض اینکه حواس برادرم پرت می‌شد، دوباره مداد را در دست چپم می‌گرفتم، می‌نوشتم و مداد را به دست راستم می‌دادم. وقتی پیش از مدرسه یاد گرفتم اسم مامان را بنویسم، گل از گلش شکفت. یاد مدرسه افتادم. آخرین روز ثبت نام مقطع راهنمایی بود. شب قبل مامان با داد و فریاد به بابا که بیمار در رخت خواب افتاده بود گفت: ما که هیچی نداریم، این بچه رم نفرستیم مدرسه، دیگه این زندگی به چه دردی میخوره؟ بابا بلند شد و از خانه رفت. مامان پشت سرش داد زد: تو که حتی پول ثبت نام بچه هاتو نداشتی، بی خود کردی خانواده تشکیل دادی. هیچ اصرار و علاقه خاصی به مدرسه رفتن نداشتم، اما فردای آن روز مامان مرا به مدرسه برد. با معلمم صحبت کرد. معلم فرم ثبت نام را دستم داد تا پر کنم. چشمم به مامان افتاد که بیرون ایستاده بود و لبخند میزد. همزمان با ورودم به مقطع راهنمایی، انگشت مامان که جای تنها قطعه طلایش بود خالی شد. فقط ردی از آن ماند که نشان از همنشینی دیرینه انگشت و انگشتر داشت. سردردهای مامان تمامی نداشت. موقع ناهار گفتم: مامان، امروز بیا بریم سئول. بریم کو؟ پرسیدم: مگه راه داره از اینجا؟ آره، خودم مسیرشو درست کردم. گفتم: بریم سئول، بعدم بریم بیمارستان. بذار برادرزادت آزمونشو بده بعد. دختر هیونگ چول را می گفت. گفتم: لازم نیست حتما با هیونگ چول بری، خودم هستم. چیزیم نیست، پیش دکتر طب چینی رفتم. مشکل از گردنمه که دارم فیزیوتراپی میشم. موفق نشدم قانعش کنم. مامان بی مقدمه پرسید: کوچکترین کشور دنیا کجاست؟ جا خوردم. دوباره گفت: اگه رفتی برام یه تسبیح بخر. میگن با چوب عقاقیای بنفش درستش میکنن. تسبیح لازم داری؟ نه، فقط دوست دارم ازش داشته باشم. اگه رفتی بگیر. آخه تو هر جا دلت بخواد میتونی بری. بعد از غذا با هم رفتیم بیرون. از شالیزارهای کوهستان گذشتیم و به تپه ها رسیدیم. برگ درختهای بلوط مسیر نرمی زیر پایمان ساخته بود. مامان شاخ و برگ درختها را کنار میزد و منتظر میماند تا رد شوم. پرسیدم: زیاد میای اینجا؟ آره. تنها؟ آره، هیچکی دوست نداره با هم بیاد. باورم نمیشد مامان این مسیر را تنها میرود و بر میگردد. انگار دیگر واقعا او را نمیشناختم. کمی جلوتر مامان روی تپه ایستاد. مسیر نگاهش رو دنبال کردم. هیجان زده گفتم: وای، اینجا! مسیر میانبر خانه مادر بزرگ بود. جایی که در کودکی از آن رفت آمد می کردیم. آنقدر که حتی چشم بسته هم می توانستم آن مسیر را بروم، اما مدتها بود فراموشش کرده بودم. حالا مادر بالای تپه ایستاده بود و جای خالی خانه مادرش را تماشا می کرد. حالا خالی از سکنه بود. همه اهالی روستا از آنجا رفته بودند. یعنی مامان تنهایی این مسیر را طی می‌کرد تا روستای خالی کودکیش را ببیند. دستم را دور کمرش حلقه کردم و گفتم: بیا بریم سئول. جوابی نداد. در عوض حرف سگ را پیش کشید. فرصت نکرده بودم درباره لانه خالیش از مامان بپرسم. تابستان سال گذشته که به خانه رفته بودم،
دیدم سگی را کنار انباری زنجیر کردند. زنجیر به قدری کوتاه بود که حیوان بیچاره له له می‌زد. هر آن ممکن بود بمیرد. از مامان خواستم بازش کند، اما گفت مردم را می‌ترساند و همه سگ‌هایشان را می‌بندند. گفتم لااقل زنجیر بلندتری ببند. گناه داره، چطور دلت میاد؟ زنجیر سگ قبلیه، همینو داریم. خوب یکی بخر. بعد از مدت‌ها به خانه برگشته بودم. اما دوباره به شهر برگشتم و زنجیر بلندی خریدم. وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم لانه سگم کوچک است. میخواستم دوباره برای خریدن لانه به شهر برگردم، اما مامان نگذاشت. چیزی که تو این خونه زیاد تیر و تخته است. میبرم میدم نجار 4 تا میخ بزنه. روزی که میخواستم برم 2000 وون به مامان دادم و از او قول گرفتم لانه بزرگ و مناسبی برای سگ بسازد. چند بار از سئول تماس گرفتم و پیگیر لانه شدم، اما هر بار میگفت حواسم هست، درستش میکنم. 4مین بار که تماس گرفتم و جواب تکراری مامان را شنیدم عصبانی شدم. من که پولشو دادم. اون زبون بسته تو این گرما تو اون جای کوچیک دووم نمیاره. لونش پر مدفوعه، تمیزش هم که نمی کنی. لااقل بازش کن بذار راحت باشه. روستایی واقعا بیرحمن. مامان هم عصبانی گفت بس کن، اینقدر به من نگو چی کار کنم چی کار نکنم. هر کاری صلاح بدونم انجام میدم. اینقدر که به این سگ اهمیت میدی به مادرت نمیدی. واقعا خیال میکنی من یه سگ زبون بسته رو اذیت میکنم؟ و بیان که منتظر جواب بماند قطع کرد. همیشه من اول تلفن را قطع میکردم. میگفتم کار دارم، بعداً زنگ میزنم. و زنگ نمیزدم. چند روز بعد مامان زنگ زد و گفت نمیفهمی وقتی تلفن رو رود قطع میکنم باید بهم زنگ بزنی؟ چرا اینقدر لجباز و بیادبی؟ قبلا اینجوری نبودی. واقعا سرد و بی احساس شدی. همه تحصیل کرده ها اینجوری هن؟ از لجبازی و بیادبی نبود. میدانستم باید زنگ بزنم، اما مدام به تعویق میانداختم. حالا روی تپه ایستاده بودیم و جای خالی روستای مادر را تماشا میکردیم. مامان گفت سگی که پارسال به خاطرش با هم دعوا کردی انگل داشت. از کنار راه آهن پیداش کرده بودم. بردمش خونه، بهش آب و غذا دادم، ازش مراقبت کردم. لاغر مردنی بود ولی کم کم چاق و سرحال شد. باهوشم بود. چند تا موشه کور شکار کرد. 3 روز موقع ظرف شستن یکی میزد رو شونم. وقتی برمیگشتم میدیدم کسی نیست. روز 4 دیدم سگ جلوی در دستشویی دراز کشیده. اول خیال کردم خوابه، بعد دیدم مرده. نمیدونم زنجیرش چجوری باز شده بود. مامان آه کشید و گفت میگن اگه سرپرستی کسی رو قبول کنی بهت خیانت میکنه، اما اگه سرپرستی حیوانی رو قبول کنی بلاگردونت میشه. اون سگ جای من مرد. پارسال بهار به راهبی پول دادم. گفت امسال یکی از اعضای خانوادمون میمیره. خیلی نگران شدم. 1 سال تموم بهش فکر میکردم. گمونم اجلم رسیده بود. اما چون همیشه واسه خودم برنج میشستم اونو جای من برد. آهی کشیدم و سر تکان دادم. این حرفا چیه مامان؟ تو کلیسا میری؟ دعا میکنی؟ چطور به همچین چیزی اعتقاد داری؟ شانه ای بالا انداخت. تو باغچه خاکش کردم. روزی با خواهرم از مامان و سردردهایش حرف میزدیم. خواهرم بی مقدمه پرسید به نظرت مامان خوشش میاد همش تو آشپزخونه باشه؟ جا خوردم. چطور؟ همینجوری.
به نظر من که خوشش نمیاد. خواهرم داروساز بود. قبل از مهاجرت به آمریکا برای اینکه داروخانه‌اش را راه بیاندازد مجبور بود تمام هفته را دور از فرزندش زندگی کند. این جدایی برایش آزاردهنده و دشوار بود. بچه را پیش همسر برادرم می‌گذاشت و هفته یک بار او را می‌دید. تا اینکه همسرش موقعیت خوبی در آمریکا به دست آورد و به آنجا رفتند. سومین فرزندش آنجا به دنیا آمد. تعریف می‌کرد 1 ماه پیش آمده که 200 ماهی خوردند. چون خواهرم فرصت کافی برای آشپزی نداشته و مجبور بوده ماهی‌های نمکسودی را سرخ کند که مادر شوهرش برایش فرستاده بود. خواهرم گفت: مامان چطوری به همه کارا میرسید؟ همیشه با هر چی که تو خونه داشتیم چند جور غذا میپخت. تازه خیلی وقتا بابا هم دوستاشو مهمون میکرد خونه. گمون نکنم مامان خوشش بیاد همش تو آشپزخونه باشه. هیچ وقت مامان را بیرون آشپزخانه تصور نکرده بودم. واقعا مامان چه حسی نسبت به کار در آشپزخانه داشت؟ مامان همیشه از پدرش به خاطر اینکه او را به مدرسه نفرستاده بود گله داشت. مخصوصا اینکه خواهر و برادرش را برای تحصیل به مدرسه ژاپنی فرستاده بود. مامان میگفت: اونا رو فرستادن مدرسه، منو نگه داشتن تو خونه. همیشه احساس کردم وسط تاریکیم. فروش مواد غذایی و کارهای دستی از مامان تاجر خوبی ساخت. هیچ وقت موقع خرید کل مبلغ را پرداخت نمی کرد. حتما تخفیف می گرفت. اما یک بار وقتی از من پرسید چه می خواهی و کتاب خواستم، فقط گفت انتخاب کن. خیال نداشت سر قیمتش چانه بزند. هیچ شناختی نسبت به دنیای نشر و کتاب نداشت، اما دلش می‌خواست بچه‌هایش باسواد باشند و مثل او نشوند. برای سردردهای مامان به پزشک مراجعه کردیم. پزشک گفت: مادرتون خیلی وقت پیش سکته کرده. خشکم زد. سکته؟ نه. دکتر به نقطه‌ای در CT اسکن مغزی مامان اشاره کرد و گفت: این نشون میده سکته کرده. خودشم متوجه نشده، مدام درد کشیده. منظورتون چیه؟ مادرم همیشه خوب و سالم بوده. دکتر شانه بالا انداخت و گفت: اما حالا باید بیشتر مراقبش باشین. یک بار از مامان پرسیدم: مامان، تو از آشپزخونه خوشت میاد؟ چینی به چانه‌اش انداخت. متوجه منظورم نشد. دوباره گفتم: از آشپزی خوشت میاد؟ دوست داری تو آشپزخونه باشی؟ شانه‌ای بالا انداخت و لحظه‌ای مکث کرد. خوش اومدنی نیست. باید آشپزی کنم دیگه. مگه میشه آدم فقط کارایی رو بکنه که دوست داره؟ پس کارایی که دوست نداره رو کی باید انجام بده؟ خب حالا کار خونه رو دوست داری یا نه؟ دور و برش را نگاه کرد. انگار بخواهد رازی را فاش کند. سرش را جلو آورد و آرام گفت: چند بار در کوزه ها رو شکندم. در کوزه؟ کار خونه تمومی نداره. تو کشاورزی محصولتو بهار میکاری، پاییز درو میکنی. کار مغازه، کافه، هر جای غیر خونه بالاخره تموم میشه. اما کار خونه همیشه هست. بعد از صبحونه باید فکر نهار باشی، بعد از نهار فکر شام و دوباره روز از نو، روزی از نو. وقتایی که حس می‌کردم خیلی خسته و کلافم، میرفتم زیر زمین و داغون ترین در کوزه رو محکم میکوبیدم به دیوار. بعد باید میرفتم بازار و جاش یکی میخریدم. ولخرجی بود. عذاب وجدان میگرفتم، اما بازم پیش میومد. دلم خنک میشد، سبک میشدم. انگار خستگیم در میرفت. لبخند زد. آهی کشید و گفت:
البته وقتی شماها بزرگ می شدین همه چی خوب بود. همین که می دیدم سر و صدای قاشق و بشقابتون خونه رو برداشته انگار دنیا رو بهم می دادن. خیلی خوش غذا بودین. هرچی درست می کردم می خوردین و لذت می بردین. اون روزا بهترین روزای زندگیم بود. رفتن ما و سردردهای مدام مامان خنده را از لبهایش رو بود. عکس دیگری از مامان پیدا نکردیم. تصمیم گرفتیم همان عکس تولد را در آگهی چاپ کنیم. مردی که قرار بود آگهی گم شدن مامان را چاپ کند لباس نخی خوش‌دوختی به تن داشت. عکس مامان را نگاه کرد و گفت مامانتون خیلی خوشگله. بی ربط گفتم لباس شما هم خیلی قشنگه. مادرم دوخته. ابروهایم را بالا بردم. مادرتون؟ مگه فوت نکرده؟ وقتی زنده بود دوخت. میدونست به لباس غیر نخی حساسیت دارم. وقتی از دنیا رفت در کمدشو باز کردم و دیدم کلی لباس نخی برام دوخته. اونقدر که اگه تا آخر عمرم بپوشم تموم نمیشه. مادرم همیشه در حال خیاطی بود. همه لباسامون خودش میدوخت، از ریز تا درشت. پس از سکوتی طولانی پرسیدم مادرتون خوشحال بود؟ انگار به او برخورده باشد گفت مادرم با زنای امروزی خیلی فرق داشت. هیونگ چول و خواهر نویسندش هیون چون آگهی های مادر را پخش کردند. زنی با تردید جلو آمد و گفت من این خانومو جلوی دفتر یونگ سان دونگ دیدم. لباسش این نبود، اما چشماش خیلی شبیه این عکس بود. پاش زخم شده بود، ظاهراً راه زیادی رفته بود. زخمش به نظر دردناک می اومد، اما اهمیت نمیداد. به در دفتر خیره شده بود. حدود 1 هفته پیش. هیونگ چول تعجب کرد. 1 هفته؟ نمیدانست چه کند. در این مدت تماس‌های بی سرانجام زیادی دریافت کرده بودند. حرفای زن رهگذر را برای خواهرش بازگو کرد و گفت میخوایی یه سر بریم اونجا؟ چیون پرسید آخه چرا مامان باید بره دفتر یونگ سانگ دونگ؟ حالا بذار بعداً میریم. پیدا بود امیدی به پیدا کردن مادر در آنجا ندارد. وقتی این سوال را کرد هیونگ چول یادش نبود اولین شغلی که پیدا کرد در دفتر یونگ سانگ دونگ بود. 30 سال از آن روزها می‌گذشت. حالا 1 ماه بود مامان گم شده بود و تمام خانواده نگرانش بودند. هیونگ چول آگهی ها را به خواهرش داد و گفت یه سر میزنم، ضرر نداره. دفتر یونگ سانگ؟ واقعا ممکنه رفته باشه اونجا؟ هیونگ چول شانه‌ای بالا انداخت. بالاخره اولین جای زندگیم تو سئوله. مامان همیشه نگران چیون بود که سنش از 30 گذشته و ازدواج نکرده بود. همیشه به هیونگ چول میگفت از چیون خبر داری؟ نه زنگ میزنه نه تلفنشو جواب میده. 1 ماه صداشو نشنیدم، یه سر بهش بزن. هیونگ چول جواب میداد لابد نشسته مینویسه. از کجا معلوم؟ شاید مریض شده، شاید پاش تو حموم سر خورده افتاده، تنهاست. هیونگ چول هم سراغ چیون میرفت و وقتی از سلامتیش مطمئن میشد به مامان خبر میداد. مامان هم آهی میکشید و میگفت اصلا کارش چیه این بچه؟ نویسنده است مامان. چیون میگفت با مامان تماس میگیرد، اما نمیگرفت. هیونگ چول هم 2-3 بار درخواست مامان را رد کرد و به چیون سر نزد. اما سکوت و فاصله بین مادر و چیون ادامه داشت. بنابراین هیونگ چول فهمید مادر این مسئولیت را به عهده یکی دیگر از خواهر و برادرها گذاشته. وقتی مامان گم شد، چیون کنار هیونگ چول نشست و زمزمه کرد
حتما مجازات رفتارامه. پاییز سال گذشته چیهون ماجرای سردردهای مادر را به هیونگ چول گفت. هیونگ چول زنگ زد و حال مادر را از خودش پرسید. مادر مثل همیشه گرم و صمیمی جواب داد: ما حالمون خوبه، شما مراقب خودتون باشین. هیونگ چول هم به همین پاسخ بسنده کرد. چیهون از هیونگ چول عصبانی شد. به دفترش رفت و اسکنهای مغزی مادر را نشانش داد. دکتر گفت سکته کرده، خودش نفهمیده، همش سردرد داره. هیونگ چول خونسرد گفت: خودش میگه چیزی نیست، چرا شلوغش میکنی؟ مامان همیشه اینو میگه، تو چرا باور میکنی؟ میخواد زحمتش رو دوش جنابالی نیفته، چون عذاب وجدان میگیره. عذاب وجدان میگیره؟ برای چی؟ مگه من چی کار کردم؟ نمیدونم، سوال منم همینه. هیونگ چول در دوران مدرسه شاگرد زرنگی بود. همیشه با بالاترین نمره و بدون نیاز به پرداخت شهریه به مقطع بالاتر میرفت، اما در کنکور موفق نشد. هیچ کس باور نمی‌کرد هیونگ چول چنین نتیجه‌ای در کنکور بگیرد. هیونگ چول همان سال در آزمون استخدامی شرکت کرد و وارد بازار کار شد. پس از چند ماه متوجه شد دانشگاه حقوق سئول دانشجو می‌گیرد. آخرین مدرک تحصیلی برای ثبت نام لازم بود، اما اگر منتظر اداره پست روستا می‌ماند، مهلت ثبت نام تمام می‌شد. بنابراین نامه‌ای به پدر نوشت و از او خواست مدرکش را به پایانه اتوبوسرانی ببرد و به راننده اتوبوس سئول بدهد. از پدر خواست وقتی مدرک را تحویل داد با محل کارش تماس بگیرد. هیونگ چول شبها را در اتاق شیفت به صبح می‌رساند، چون جایی را نداشت. زمان گذشت و خبری نشد. فردا آخرین روز ثبت نام بود. نمی‌دانست چه کند. ناگهان کسی به در زد. هیونگ چول در را باز کرد. مرد جوانی پشت در بود. ایشون مادر شما؟ مادر پشت سر مرد ایستاده بود. موقع رسیدن نامه پدرخانه نبود. مادر وقتی نامه را دید فوراً به مدرسه رفت. گواهی گرفت و برای اولین بار در عمرش سوار قطار شد. در ایستگاه سئول پیاده شد. به هر کس می رسید نشانی محل کار پسرش را می پرسید، تا اینکه مرد جوانی پیدا شد و او را به محل کار هیونگ چول رساند. مادر وسط زمستان دمپایی به پا داشت، چون پایش با داس زخمی شده بود. مدرک را به هیونگ چول داد و گفت: هنوز به دردت میخوره؟ هیونگ چول دستهای سرخ و سرد مادر را گرفت. چشمایش درخشید، اما سرزنش کنان پرسید: همینجوری دنبال یارو راه افتادی؟ دنبال کسی که نمیشناسی؟ مادر اخم کرد. مگه میشه بدون اعتماد به بقیه زندگی کرد؟ آدمای خوب همیشه بیشتر از آدمای بدن. مادر آن شب رو در اتاق تنگ و نمور شیفت کنار پسرش گذراند. هیونگ چول به خودش قول داد روزی موفق و مرفه شود و برای مادرش جای گرم و نرمی فراهم کند. هیونگ چول از مادر پرسید: اولین سفرت به سئول چطور بود؟ مادر خندید و گفت: هیچ تحفه‌ای نیست. مادر نگاهی به پسرش کرد و لبخند زنان گفت: تو اولین بچه‌می، باعث شدی خیلی از کارا و خیلی چیزا رو برای اولین بار تجربه کنم. اولین بار که شکمم بزرگ شد، اولین بار که شیر دادم. انگشتای سرخ و کوچولو تو حلقه می کردی دور انگشتم. تو باعث شدی از زخم زبونای عمم که می گفت بچه دار نمیشم خلاص شم. بزرگ شدنت ذوق زدم می کرد. اولین بار که کفش پات کردم سر از پا نمی شناختم. وقتی تاتی کردی اومدی بغلم قهقهه زدم، انگار دنیا رو بهم داده بودن. وقتی رفتی مدرسه، مادر آهی از خوشحالی کشید و گفت: خیلی بچه خوبی بودی، همه کاراتو خودت انجام میدادی. درستم خوب بود، همیشه بهت افتخار میکردم. اگه نبودی شاید هیچ وقت سئولو نمیدیدم. چند دقیقه بعد مادر با صدای خوابالود گفت: هیونگ چول. آرام دستی به سر پسرش کشید. در جایش نشست و او را تماشا کرد.
زیر لب گفت متاسفم. دستش را از سر پسر برداشت و اشکهایش را پاک کرد. صبح فردا وقتی هیونگ چول بیدار شد، مادر در حال تمیز کردن و جارو زدن دفتر بود. هرچه تلاش کرد موفق نشد مانعش شود. مادر می گفت کاری نیست که. کارمندان که آمدند دفتر از تمیزی برق می زد. هیونگ چول به محل کار 30 سال پیشش رفت. آن ساختمان هنوز آنجا بود. خانه‌های اطراف بازسازی شده و نونوار بودند. هیونگ چول آرام در حیاط را فشار داد. خانه هنوز به شکل نیم دایره‌ای بود که در واحدهایش رو به حیاط باز می‌شد. نشانی مادر را از اهالی خانه جویا شد. هیچ کس مادر را نشناخت. از در خانه بیرون می‌رفت که پسری لای در واحدش را باز کرد و گفت آقا، گمونم چند روز پیش جلوی در نشسته بود. پسر دیگری سر کشید و گفت میگم این نبود، این جوونه. اون خانم تمام صورتش چین و چروک بود. موهاش هم اینجوری نبود. گمونم گدا بود. پسر اول گفت اما چشماش همین بود، مطمئنم. آقا واقعا اگه پیداش کنیم 5 میلیون وون میدین؟ حتی اگه به هم بگی چی شده یه پولی بهت میدم. پاش زخمی شده بود. گمونم عفونت کرده بود. میخواست بیاد تو، اما من در رو بستم. نمیدونی کجا رفت؟ نه. هیونگ چول یک چک 100,000 وونی به پسر داد و گفت اگه دوباره اومد نگهش دار. زنگ بزن من بیام. چشمهای پسر برق زد. اون وقت 5 میلیون وون میدی؟ هیونگ چول به قولی که 30 سال پیش به خود داد عمل نکرده بود. آنقدر سرگرم خود بود که مادر را فراموش کرد. سیگاری روشن کرد و به این فکر کرد که روز گم شدن مامان چه میکرد. همسرش گفت وقت ندارد به متروی سئول برود. میخواهد سری به دخترشان بزند. هیونگ چول تصمیم داشت خودش به استقبال پدر و مادر برود. اما سر کار احساس کرد کمی سرما خورده. پدرش هم گفت نیازی نیست کسی به مترو برود. وقتی پدر بدون مادر سوار مترو میشد، هیونگ چول در سونای نزدیک محل کارش بود. بچه‌ها که کوچک بودند روزی پدرشان دست زنی جوان و خوشبو را گرفت و به خانه آورد. زن از در ورودی آمد و مادر از در پشتی رفت. هیونگ چول بیش از هر کسی برای برگرداندن مادر جنگید. زن جدید سعی می‌کرد خود را در چشم هیونگ چول محبوب کند. هر روز برایش تخم و مرغ نیمرو درست می‌کرد. اما هیونگ چول لب به غذاهای زن نمی‌زد. حتی غذایی که برای مدرسه اش می‌گذاشت را نمی‌برد. روزی خواهر و برادرهایش را جمع کرد و از آنها خواست غذاهایشان را با ظرف‌هایش دور بریزند. خیال می‌کرد با از بین رفتن ظرف‌ها دیگر زن چیزی ندارد که برای بچه‌ها غذا بریزد. اما او به بازار رفت و برای همه ظرف نو خرید. هیونگ چول ترغیب نشد، اما غریزه گرسنگی و وسوسه ظرف نو بقیه را فریب داد. وقت مدرسه منتظر می شدند هیونگ چول دور شود تا ظرف غذایشان را بردارند و به مدرسه بروند. مادر از جایی شنید که هیونگ چول غذا نمی خورد. برای دیدنش به مدرسه رفت. هیونگ چول را با ترکه‌ای به باد کتک گرفت. برای چی غذا نمی خوری ها؟ هیونگ چول نه زیر بار غذا خوردن می رفت، نه اعتراضی به درد می کرد. بغض مادر ترکید و هیونگ چول را در آغوش گرفت. باید غذا بخوری. اگه نخوری من ناراحت میشم. هیچ وقت واژه ناراحت را از زبان مادر نشنیده بود. نمیفهمید چرا مادر اصرار دارد هیونگ چول غذاهای آن زن را بخورد. اما برای اینکه ناراحتش نکند با بغض گفت باشه میخورم، به شرطی که برگردی خونه. نمیخوام بابا تو ببینم. اشک از چشمهایش سرازیر شد. جوری حرف میزد که انگار قرار نیست هیچ وقت به خانه برگردد. برای همینم میگفت هیونگ چول باید در هر صورت غذا بخورد. هیونگ چول ترسید. مامان تو رو خدا، قول میدم همه کارهای خونه رو انجام بدم. موشا، تو از موشا میترسی، خودم موشای انبار رو میگیرم، جارو میکنم، تو شالیزار کار میکنم، از چشمه آب میارم، برنج میکوبم، آتیش درست میکنم. مامان فقط برگرد.
قول میدم آدم مهمی بشم. میخوای چی کارشی؟ وکیل میشم. چشمهای مادر درخشید. وکیل شدن خیلی سخته. باید خیلی درس بخونی. اگه برگردی میخونم. مادر چشمهای نگران هیونگ چول را نگاه کرد و لبخند زد. عزیزم، تو موفق میشی. خیلی زود زبون باز کردی. قبل از مدرسه خوندن و نوشتن یاد گرفتی. همیشه شاگرد اول بودی. مادر آهی کشید و زیر لب گفت با وجود شماها نباید میرفتم. مادر دست هیونگ چول را گرفت و گفت با هم برمیگردیم. مادر عصر همان روز به خانه برگشت. زن جدید را از آشپزخانه بیرون کرد و مشغول آشپزی شد. پدر با همسر جدیدش به خانه دیگری رفت. مادر روزی قابلمه برنجشان را توی رودخانه انداخت. آنقدر موی دماغشان شد که مجبور شدند به شهر دیگری بروند. پس از پدر هیونگ چول مرد خانه شد. سوار دوچرخه پدر می شد. پتوی او را رویش می انداخت. در بزرگترین کاسه که متعلق به پدر بود غذا می خورد و اولین کسی بود که مادر ظرف غذایش را پر می کرد. مادر تمام کارهای خانه و مزرعه را بدون حضور پدر انجام می داد. هر کاری می کرد تا هیونگ چول درسش را بخواند و وکیل شود. موقع برداشت محصول همه بچه‌ها به مامان کمک می کردند. به جز هیونگ چول که باید درس می خواند. یکی از برادرها هم دلش می خواست درس بخواند، ولی به اجبار مادر همراه بقیه کار می کرد. روزی از مادر پرسید یعنی هیونگ چول اینقدر مهمه؟ آره، خیلی مهمه. پسر که از سرما سرخ شده بود گفت یعنی ما برات مهم نیستیم؟ ما رو نمیخوای؟ نه، نمیخوام. پس ما میریم پیش بابا. مادر نگاهی به پسرش کرد. نزدیک بود دوباره به سرش بزند، اما گفت معلومه که برام مهمین. دستهایش را باز کرد و بچه‌ها را در آغوش گرفت. شبی زمستانی پدر از در آمد. گلویی صاف کرد. برف کفش‌هایش را تکاند و وارد شد. آنقدر سرد بود که همه کنار هم می‌خوابیدند. چشم‌های نیمه باز هیونگ چول پدر را دید که آرام دستی به سر مادر و بچه‌ها کشید. مادر را دید که ظرف غذا و تنگ آبی آورد و جلوی پدر گذاشت. گویی صبح رفته و شب برگشته بود. انگار نه انگار که تابستان رفته و زمستان خجالت زده برگشته بود. چند روز بعد شخصی تماس گرفت و گفت مادر را دیده. از داروخانه‌ای نزدیک محل قدیمی هیونگ چول زنگ میزد. جایی که برای اولین بار موفق شد خانه بخرد. هیونگ چول و چیهون به داروخانه رفتند. مسئول آنجا پرسید مادرتون چطور گم شد؟ تکراری ترین و آزاردهنده ترین سوالی بود که در این مدت با آن مواجه می شدند. کنجکاوی آمیخته با سرزنش در بطن سوال بود. اوایل خیلی دقیق توضیح می دادند، اما بعدها فقط می گفتند پیش اومد. مسئول داروخانه گفت میدونین کی بهتون زنگ زدم؟ چرا الان اومدین؟ مسئول داروخانه وقتی جوابی نگرفت دوباره گفت زخم پاش عفونت کرده بود. زخمش به استخون رسیده بود. گفتم باید ضد عفونیش کنی، اما اهمیت نداد. دلم نیومد همینجوری ولش کنم. از داروخانه دارو بردم براش بزنم. مقاومتی نکرد. زخمشو ضد عفونی کردم. بهش گفتم اگه کسی رو داره شماره‌شو بده. حرفی نزد. رفتم به پلیس خبر دادم. وقتی برگشتم رفته بود. چیون پرسید کجا بود؟ کنار سطل زباله خوابیده بود. بعدم بلند شد تو سطل گشت و یک کم سوشی پیدا کرد خورد. چیون باورش نمیشد مادرش چنین کاری کند. عکسش رو نشان داد و گفت مطمئن این همین بود؟ مسئول داروخانه نگاهی کرد و گفت آره، شکسته تر از این عکس بود، اما چشماش همین بود. دمپایی آبی هم پوشیده بود.
اما مامان ما کفش راحتی بژ پاش بوده. شما مطمئنی؟ بله. دمپایی پلاستیکی آبی پاش بود، با تاپ سفید و دامن آبی روشن. به جز دمپایی بقیه نشانی ها را درست می گفت. هیونگ چول پرسید حالا پلیس اومد؟ زنگ زدم گفتم دیگه نیان. گفتم که مادرتون رفته بود. هیونگ چول و خواهرش قرار گذاشتند خیابان‌های اطراف و دوروبر سطل‌های زباله را بگردند. از هم جدا شدند و هر کدام به طرفی رفتند. هیونگ چول کنجکاو بود خانه و محله قدیمیش را ببیند. وقتی چشمش به خانه افتاد، یاد اولین باری افتاد که مادر به خانه او آمده بود. قابلمه بزرگی پر از فرنی همراهش بود. هیونگ چول قرقر کنان قابلمه را گرفت و گفت قابلمه به این سنگینی رو آوردی چی کار؟ مادر فقط لبخند زد. وقتی به در خانه رسیدند، مادر هیجان زده در و دیوار را نگاه میکرد. وارد شد و چشمش به حیاط افتاد. وای، حیاط هم داره. یک کاسه فرنی در حیاط پاشید و گفت اینجوری دیگه چشم نمیخورین. همسر هیونگ چول یکی از اتاقها را نشان مادر داد و گفت اینجا اتاق شماست. دیگه هر وقت بیاین سئول راحتین. مادر خوشحال و شرمنده گفت اتاقم دارم. آن شب مادر به حیاط رفت و درخت‌های میوه را تماشا کرد. هیونگ چول دنبالش رفت و گفت مامان چرا نخوابیدی؟ مادر پاکت پولی از جیبش درآورد و در دست هیونگ چول گذاشت. با این پول پلاک اسمتون رو بزنین رو در خونه. مکسی کرد و دوباره گفت ببخشین که تو خرید خونه کمکت نکردم. مادر در روزهایی که مهمان هیونگ چول بود کارهای خانه‌اش را راست و ریس می‌کرد. گاهی پیش می‌آمد که خواهر و برادرها آنجا جمع می‌شدند. مادر بعد از چند روز کار را بهانه می‌کرد و به روستا برمیگشت که جا برای بچه‌ها باز شود. پیش از سوار شدن به قطار چشمهایش پر از اشک می‌شد و می‌گفت متاسفم هیونگ چول. از وقتی مادر گم شد هیونگ چول از زمین و زمان بهانه می‌گرفت. بهانه‌گیری‌هایش هم بیش از همه شامل حال همسرش می‌شد. آن شب که به خانه برگشت پدر را دید که در اتاق نوه‌اش دختر هیونگ چول خوابیده بود. هیونگ چول به آشپزخانه رفت. سینک ظرفشویی مثل همیشه پر از ظرف‌های کثیفی بود که همسرش شستنشان را به زمان دیگری موکول کرده بود. همسرش خواب بود. هیونگ چول لبه تخت نشست و پتو را جوری تکان داد که همسرش بیدار شود. زن چشمهایش را مالید و گفت کی برگشتی؟ هیونگ چول گفت چجوری میتونی بخوابی؟ همسرش آهی کشید. هیونگ چول دوباره گفت چیزی نداری بگی نه؟ همسرش پرسید باز زیاده روی کردی؟ هیونگ چول داد کشید چجوری میتونی بخوابی؟ همسرش فریاد زد خب چی کار کنم؟ همش تقصیر توه. چرا نرفتی دنبالشون؟ چون پدر گفت خودشون میان. بعدم باید به اون بچه سر میزدم، غذا نداشت. اون گنده بک کی دیگه قرار از پس خودش بر بیاد؟ امتحان داره، میفهمی؟ امتحان خیلی مهمیه. انگار نه انگار مادر بزرگش گم شده. یه سر نزد. میومد چی کار؟ من گفتم نیاد. پلیس موفق نشده پیداش کنه. از دست اون دختر بیچاره چی ساخته است؟ باید بره مدرسه. مثل خودی تو که میری سر کار. هیونگ چول چوب گلف را برداشت پرت کند که پدر از پشت سر گفت هیونگ چول. هیونگ چول چوب را زمین گذاشت. پدر به سئول آمده بود که بچه‌ها برای تولدش به درد سر نیفتند. اما مادر گم شد و تولد پدر بدون جشن گذشت. پدر به طرف اتاق خواب رفت و گفت همش تقصیر منه. من خیلی به مادرتون بد کردم. اما مادرتون خیلی مهربونه. مطمئنم زنده است. هیونگ چول حرفی نزد. پدر گفت میخوام برگردم خونه.
پدر به خانه برگشت. زن جوانی جلوی در خانه بود. با دیدن پدر خوشحال شد. سلام، اینجا خونه خانم پارکسونیوه؟ پدر حرفی نزد. زن جوان پرسید راسته که گم شدن؟ پدر پرسید شما؟ من از پرورشگاه اومدم. پدر تعجب کرد. پرورشگاه؟ بله، خانم پارکسونیو خیلی وقت بهمون سر نزدن. نگران بودم. یهو این آگهی رو دیدم. چند بارم سر زدم کسی نبود. چی شده؟ قرار بود براشون کتاب بخونم. پدر قفل در را باز کرد و گفت تو سئول گم شده. طبق گفته های زن 10 سالی بود که مادر به پرورشگاه می رفت. بچه ها را حمام می کرد، لباس هایشان را می شست. به گل و گیاه باغچه رسیدگی می کرد و ماهی 450 وون به پرورشگاه کمک می کرد. از وقتی بچه ها مستقل شده بودند، ماهی 600 وون برای پدر و مادر می فرستادند. اوایل مادر این پول را با پدر شریک می شد، اما بعد کل پول را خودش برداشت و سهمی به پدر نداد. معتقد بود خودش بچه ها را بزرگ کرده و این پول هم سهم اوست. پدر مخالفتی نکرد، اما کنجکاو بود بداند مادر این پول را چطور خرج می کند. دفترچه بانکیش را نگاه کرد و دید ماهی 450 وون یک جا برداشت می شود. با خود گفت حتما این مبلغ را در حساب دیگری برای روز مبادا پس انداز می کند. زن جوان می گفت مادر کودکی را هم به فرزندی قبول کرده و قول داده برایش کیف و کتاب و لباس مدرسه بخرد. پدر باور نمی کرد زن این حرفها را درباره همسرش می زند. عکس مادر را از آلبوم در آورد و گفت از این زن حرف می زنی؟ زن لبخندی زد و عکس را گرفت. بله. گفتین قرار بود براش کتاب بخونی؟ بله. ازش پرسیدم در برابر این همه لطفی که به پرورشگاه و بچه ها داره چی کار کنم؟ گفت برام کتاب بخون. یه روز یه کتاب بهم داد و گفت خیلی دوست داره بخونه، اما چشماش ضعیفه. کتاب را از کیفش در آورد و به پدر داد. این کتاب چیهون بود. زن گفت نویسندش اهل همینجاست. گمونم واسه همین دوستش داشت. آخرین کتابی هم که واسش خوندم از همین نویسنده بود. پدر تازه فهمید مادر دوست داشته کتاب‌های دخترش را بخواند، اما چرا هیچ وقت از او نخواسته بود؟ شاید چون پدر خواسته یا ناخواسته سوادش را به رخ مادر می‌کشید و تحقیرش می‌کرد. هیچ وقت آرام و محترمانه با او حرف نزد. انگار آسمان به زمین می‌رسید. وقتی زن جوان رفت، پدر رو به خانه خالی کرد و زیر لب گفت من برگشتم. همیشه خانه برای پدر حکم جایی را داشت که دلش می‌خواست از آنجا برود. از جوانی و ازدواج گرفته تا زمانی که بچه دار شد. در برهه‌های مختلفی هم از خانه رفت و برای مراسم اجدادی برگشت، یا رفت و وقتی بیمار شد برگشت. آخرین بار هم با زنی غیر از مادر سوار موتورش شد و رفت. خیال می‌کرد دیگر هیچ وقت به خانه بر نمی‌گردد، اما بیشتر از 9 ماه طاقت نیاورد. مادر پیش از آن که گم شود فقط مادر بچه‌ها بود، مثل درختی استوار که همیشه هست و جایی نمی‌رود. وقتی گم شد، پدر تازه فهمید همسرش بوده، کسی که 50 سال در قلبش جا داشت. پدر تازه می‌فهمید مادر در 2-3 سال گذشته چه حالی داشت. سست و بیرمق شده بود. چیزهای زیادی را فراموش می‌کرد. به کثیف بودن خانه اهمیت نمی‌داد و نسبت به وسایلی که 50 سال از آنها استفاده کرده بود بی‌اعتنا بود. اما در عوض جزئیات زیادی از گذشته را دقیق به یاد داشت. مثلا بابت اینکه پدر دسته اسکناس برایش گذاشته بود از او قدردانی می‌کرد. از اینکه در تولد نوه دختریش در آمریکا حاضر نبود دلش می‌گرفت. پدر هرگز گیجی و بیهوش شدن‌های مادر از سردرد را جدی نگرفت. حالا تازه می‌فهمید هیچ وقت از او مراقبت نکرده.
یادش آمد که همسرش به خوک توی حیاط گفت این بار 3 بچه بیار. پدر خیال کرد شوخی می کند. اما وقتی 3 بچه آورد، مادر آنها را فروخت و برای هیونگ چول دوچرخه خرید. پدر دوباره رو به خانه خالی گفت من اومدم. منتظر بود مادر با صدای بلند جواب دهد و به استقبالش بیاید. اما چیزی جز سکوت پذیرایش نبود. همیشه مادر حتی اگر وسط انجام کاری بود به پیشواز پدر می آمد و برایش غذا آماده می کرد. پدر تازه می فهمید چقدر خوشبخت بوده و چه زندگی آرامی داشته. روزی همسرش که از شهر برگشته بود گفت امروز رفتم قصابی، بهم سوپ جلبک دریایی دادن. قصاب گفت واسه تولد زنش درست کرده. زیاد خوشمزه نبود اما حسودیم شد. حالا سوپ جلبک که سهل بود. پدر حاضر بود چند جور غذا و دسر بپزد اما مادر برگردد. یاد اولین باری افتاد که مادر را دید. خواهرش او را برایش پسند کرده بود. می گفت طالعشان با هم جور است، خوشبخت می شوند. پدر آن زمان به فکر زندگی مشترک نبود. سرگرم دوستانش بود و می‌خواست با آنها کسب و کاری راه بیاندازد. پدر مادر را برای اولین بار در حال کار در مزرعه دید. دختر جوانی که همراه مادرش در پنبه‌زار بود. دختر رو به مادر کرد و گفت نمیشه ازدواج نکنم؟ نمیشه پیشتون بمونم؟ مادرش گفت نه. دختر جوان زد زیر گریه. آخه چرا؟ نمیخوام خیال کنن سربار مایی. گریه دخترک شدت گرفت. مادرش گفت تو خیلی جوونی، ازدواج چیز بدی نیست. اگه جنگ نبود نگهت می‌داشتم، اما حالا نمیشه، اوضاع بدیه. بعدم بالاخره که باید ازدواج کنی. تو دل کوه دنیا آمدی، نشد بری مدرسه. ازدواج نکنی میخوای چی کار کنی ها؟ طالعتونم که خوب بوده، خوشبخت میشین. چند تا بچه میاری همشونم زنده میمونن و موفق میشن. دیگه چی میخوای؟ گریه نکن. اشک دختر بند نیامد. مادر هم به گریه افتاد. وقتی پدر به خانه برگشت 3 روز متوالی خوابید. در خانه هیونگ چول نخوابیده بود. وقتی بیدار شد چشمش به جعبه‌های بالای کمد افتاد. همسرش مدتی پیش کفن‌هایشان را آماده کرده بود. شبی هنگام خواب می‌خواست درباره‌اش با پدر حرف بزند، اما پدر خود را به خواب زده بود. مادر فهمید. قصه خرید و آماده کردن کفن‌ها را تعریف کرد و گفت بهتره تو قبل از من بمیری. اگه من زودتر بمیرم تو از پس هیچ کاری بر نمیای. یه عمر یکی دیگه تر و خشکت کرده. مثل روز برام روشنه که بی‌عزت میشی. هیچکی از پیرمرد بوگندویی مثل تو خوشش نمیاد. زنا بلدن تنها زندگی کنن و گلیمشونو عذاب بکشن بیرون، اما مردا نه. اگه بعد از من بمیری خار میشی. پدر همیشه جلوتر از مادر راه میرفت. مادر دلخور میشد، اما پدر هیچ وقت اهمیت نمیداد. مادر میگفت خوب نیست جلوی مردم، خیال میکنن از هم بدمون میاد. نمیخوام دستمو بگیری، اما لااقل کنار هم راه بریم. اگه گم بشم چی؟ انگار میدانست روزی این اتفاق میافتد. پدر یاد روزی افتاد که مادر را گم کرد. اگر به گلایه 30 ساله مادر گوش میداد و کنارش راه میرفت، مادر از قطار جا نمیماند. این اما و اگرها جانش را میسوزاند. لحظه‌ای که پدر پشت سرش را نگاه کرد و مادر را ندید، دنیا روی سرش خراب شد. یک آن فهمید اشتباه جبران ناپذیرش قرار است عمری دامنگیرش شود. حالا آه می‌کشید و پشیمان بود که حتی یک بار هم قدم‌هایش را با او هماهنگ نکرده. وقتی هم مجبور می‌شد منتظر مادر بایستد، غر می‌زد که چقدر یواش راه میری.
مادر هم با گونه‌های سرخ شده لبخند می‌زد و می‌گفت کاش تو هم یک کم یواشتر می‌رفتی. روزی که سوار قطار شد، مادر فقط چند قدم با او فاصله داشت. بی محبتی هایی که به یاد پدر می آمد تمامی نداشت. وقتی پایش درد می کرد، مادر برایش کیسه آب گرم آماده می کرد. اما پدر اهمیتی به سردردهای مداوم مادر نمی داد. پدر که مریض بود، مادر شکمش را ماساژ داد و از داروخانه برایش دارو گرفت. اما موقع مریضی مادر، پدر فقط گفت قرص بخور. مادر بعد از زایمان مبتلا به درد معده شده بود. خواهر پدر برایش داروی چینی آورد. تنها خرجی که پدر برای درمان مادر کرد همین بود. حتی بارها پیش آمد که مادر می گفت اگه 2 بسته دیگه از اون داروی چینی می خوردم خیلی خوب می شد. اما پدر نشنیده می گرفت. مهلکترین سهلنگاری را هم در مورد غده سینه مادر کرد. مدتی بود غده‌ای در سینه چپش رشد می کرد. آنقدر دیر فکر درمان افتادند که مجبور شدند سینه را تخلیه کنند. تنها جواب پدر هم همین بود که سنمون بالاست دیگه، همه مریض میشن. پدر و خواهرش برادر کوچکی داشتند که دلش میخواست به مدرسه برود، اما پدر و خواهرش پولی برای این کار نداشتند. برادر کوچک مادر را واسطه کرد. مادر از پدر خواست باغ پدریشان را خرج تحصیل پسر کنند. اما با برخورد شدید پدر و خواهرش مواجه شد. همین حمایت‌ها پسرک را به مادر علاقمند کرد. همیشه هوایش را داشت. وقتی نوزاد کوچک مادر به دنیا آمد، پسر درخت زردآلو را برای گرم کردن مادر و نوزاد تکه تکه کرد و هیزم ساخت. خواهر پدر وقتی موضوع را فهمید، سر مادر داد کشید که قصد نابود کردن ما رو داری ها؟ حتما میدونی بریدن درخت آبا اجدادی ریشه خانواده رو خشک میکنه. برادر کوچکتر در دفاع از مادر گفت بزن داداش چی کار داری؟ من این کارو کردم. دوست داشتی بچه از سرما بمیره؟ حالا عمه آمده بود سری به پدر و تنهاییش بزند. دوست داشتم قبل از مرگم بابت یه چیزایی از زنت عذرخواهی کنم. پدر پرسید چی؟ خب مثلا بابت درخت زردآلو سرش داد زدم، یا مثلا معدش که ناراحت بود براش دارو نگرفتم. از همه مهمتر بابت کیون متاسفم. کیون نام برادر کوچکترشان بود، همان نامی که مادر روی نوزاد شیرخواره پرورشگاه گذاشت. روزی مادر حیران و آشفته به محل خوشگذرانی پدر رفت و دست پاچه گفت بلند شو بریم، کیون داره میمیره. وقتی رسیدند کیون شکمش را گرفته بود، دهانش کف کرده بود و توی باغچه در جای خالی درخت زردآلو نقش بر زمین شده بود. شایعه شد مادر او را کشته. بارها بازجویی شد و به کلانتری رفت و آمد کرد. حالا پدر با خود می گفت شاید سردردهای بی امان مادر از همین تهمت‌ها نشأت می گرفت. و حالا خواهر پدر فقط متاسف و پشیمان بود. صبح زود تلفن زنگ خورد. پدر بی معطلی جواب داد. دختر بزرگش بود، چیهون. چرا اینقدر دیر جواب دادی؟ گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ چی شده؟ چرا رفتی خونه؟ چرا بهم نگفتی؟ نباید اینطوری بذاری بری. تلفنت هم جواب ندی. خواب بودم. از اون موقع تا حالا؟ گمونم. تنهایی میخوای چی کار کنی آخه؟ گفتم شاید بیاد خونه. دختر ساکت شد. دوباره گفت میخوای بیام اونجا؟ بین بچه ها جیهون بیشتر به دنبال مادر بود. احتمالاً به خاطر مجرد بودنش. آن داروساز آخرین کسی بود که زنگ زد و گفت کسی با مشخصات مادر دیده. هیونگ چول آگهی‌های بیشتری در روزنامه داد، ولی دیگر سرنخی پیدا نشد. پلیس هم گفت هر کاری از دستشان برمی آمده انجام دادند. اما چیهون هر شب اورژانس بیمارستان‌ها را می‌گشت و مشخصات بیمارهایی را که همراه نداشتند بررسی می‌کرد.
پدر گفت نه لازم نیست بیای، فقط اگه خبری شد بهم زنگ بزن. اون روز حال مامانتون قد خوب نبود که پاشیم بیاییم سئول. نباید می اومدیم. روز قبل سرشون قد درد می کرد که فروش کرد تو ظرف یخ. وقتی یکی صداش می کرد اصلا نمیشنید. خیلی درد داشت. یادش رفت صبحونه درست کنه ولی گفت باید بریم سئول. همتون منتظر ما بودین. باید بهش میگفتم نه. گمونم عقلم دیگه درست کار نمیکنه. یه حسی بهم گفت این بار دیگه مجبورش میکنیم بره بیمارستان. با اون وضعیتی که داشت باید حواسم بهش میبود. رفتارم باهاش مثل یه آدم مریض نبود. همین که رسیدیم سئول جلوتر راه افتادم. همون عادت قدیمی مسخره. گمونم همه مامانو فراموش کردن. هیچ کس زنگ نمیزنه. میدونی چرا اون روز سرش درد میکرد؟ چون من عوضیم. خودش گفت. صدایش میلرزید. پدر پرسید مامانت گفت؟ آره. فکر نمی کردم به جشن تولدتون برسم. از چین زنگ زدم پرسیدم چی کار میکنی؟ گفت میرم کیک برنجی بخرم. گفتم نمیخواد، دیگه کسی کیک برنجی نمیخوره. هممون میذاریم تو فریزر. گفتم مثل پشت کویای عقب افتاده رفتار نکن. فقط خودت بیا. هیچی با خودت نیار. پرسید واقعا همه کیک برنجی هایی که بهت میدادم و میذاشتی تو فریزر؟ منم گفتم آره. حتی از 3 سال پیشم کیک برنجی دارم. مامان زد زیر گریه. بهم گفت عوضی. من اون حرفا رو بهش زدم که به خودش سخت نگیره. اینقدر وسیله نبره بیاره. وقتی بهم گفت عوضی زد به سرم. اون روز تو پکن هوا خیلی گرم بود. اونقدر عصبانی شدم که داد و فریاد کردم. بعدم تلفن رو قطع کردم. مامان از داد زدن متنفره. ما همیشه سرش داد میزنیم. میخواستم زنگ بزنم ازش معذرت خواهی کنم ولی یادم رفت. اگه ازش معذرت خواهی میکردم اونقدر سردرد نمیگرفت. میومد دنباله. چیون گریه میکرد. پدر گفت چیون؟ بعد از کمی سکوت دوباره گفت مامانت خیلی بهت افتخار میکرد. چی؟ اگه تو روزنامه خبری ازت چاپ میشد میذاشت تو کیفش و هی نگاش میکرد. اگه کسی رو تو شهر میدید روزنامه رو در می آورد و هی پوز تو میداد. اگه کسی ازش میپرسید دخترت چی کار است با افتخار میگفت دخترم مینویسه. از یه خانم تو پرورشگاه خواسته بود کتاب تو براش بخونه. میدونست چی نوشتی. وقتی اون خانم کتابو براش خون چشماش برق زد، لبخند زد. برای همین هر اتفاقی هم که بیفته تو بازم باید بنویسی. خوب بنویسی. باید هر حرفی رو به موقعش بزنی. من عمرمو بدون حرف زدن با مامانت گذروندم. یا فرصت حرف زدن رو از دست دادم یا خیال میکردم خودش میدونه و نیازی به گفتن من نیست. حالا حس میکنم دلم میخواد هر حرفی بزنم ولی کسی نیست بهم گوش بده. چیون؟ بله. لطفاً مراقب مامان باش. ماها از روزی که در متروی سئول جا ماندم میگذرد.
آن روز چیزی جز خاطرات 3 سالگی به یاد نداشتم. هیچ کاری جز راه رفتن بلد نبودم. حتی نام خودم را هم نمیدانستم. حیاتی که در کودکی در آن بازی می کردم جلوی چشمم نقش بست. همانجا که پدر برای پیدا کردن طلا و زغال سنگ به حفاریش می پرداخت. فقط راه می رفتم. نمیدانستم مقصدم کجاست. حیات 3 سالگی. پدر هر روز صبح برای ساخت ایستگاه جدید قطار کیلومترها از خانه دور می شد. تصادف جانش را گرفت. همسایه ها می گویند وقتی خبر فوت پدر را به مادر دادند من در حیاط بازی می کردم. راه می رفتم و این خاطره مدام در ذهنم تکرار می شد. آنقدر رفتم تا بالاخره از پا افتادم. شاید از خستگی غش کردم. شایدم. حالا چون برنده‌ای رها و آزاد روی شاخه کاجی مقابل خانه دخترم نشستم. دختر و 3 نوه نازنینم پشت پنجره ایستاده و به من خیره شدند. عزیزکم، کاش می‌دانستی چقدر از این که هنگام تولد فرزند 3 کنارت نبودم شرمنده‌ام. چند دسته از موهای سیاه و پرپشت دخترت را بافته‌ای. میدانم رویای خودت بود. همیشه دوست داشتی موهایت بلند شود، اما من با تربندی کوتاهش میکردم. خواهرت چیون به دیدنت آمده. میخواهد به سفری طولانی برود. سرزنشش میکنی که همتون مامانو فراموش کردین دیگه. نه، کاش منم مثل شما اختیارم دست خودم بود و میتونستم دنبال مامان بگردم. دختر عزیزم، چطور دلت میآید این حرفها را به خواهرت بزنی؟ مگر نمیدانی این چند ماه چه حالی داشته؟ کمی بعد جیون به خانه‌ات میآید. مثل بچگیتان خیلی زود آرام میشوید. بچه‌ام که بودید وقتی دعوایتان میشد تا میآمدم تنبیهتان کنم میدیدم کنار هم خوابتان برده و دست هم را گرفته اید. جیون خوابش میبرد. فرزندت صدایت میزند مامان بیا این پرنده رو ببین. چشم میدوزی به من. تا حالا همچین پرنده‌ای ندیده بودم. مثل همونه که دیروز مرده بود. اون یه جور دیگه بود. نه مثل همین بود. دیروز پرنده مرده ای را در باغچه خانه دفن کردی. پسرت صلیب چوبی کوچکی برایش ساخت. شب بچه‌ها ماجرای دفن پرنده را با تمام جزئیاتش برای پدرشان تعریف کردند. دلت گواهی بد می‌دهد. زیر لب میگویی حتما بلایی سر مامان اومده. دختر عزیزم، تولد تو برایم شادی زیادی برمغان آورد. تو نمیدانی، اما 5مین فرزند من هستی، نه 4می. پیش از تو یک پسر متولد شد. عمه‌ات او را به دنیا آورد، اما نوزاد نه گریه کرد نه تا چشمهایش را باز کرد. او مرده بود.
عمه میخواست کسی را برای دفن نوزاد استخدام کند، اما من نگذاشتم. 4 روز او را کنار خودم خواباندم. زمستان بود. روز 5 نوزاد را در کوزه سفالی گذاشتم و بالای تپه بردم. مردی او را دفن کرد، مردی که پدرت نبود. وقتی موقع زایمان تو شد به عمه‌ات چیزی نگفتم. بعداً دلخور شد، اما من از تولد دوباره بچه مرده بیشتر از زایمان می‌ترسیدم. تنهایی تو را به دنیا آوردم، حتی جیغم نزدم. خواهرت را بالای سرم نشاندم. وقتی تو آمدی و پیچ و تاب خوردی، خواهرت لبخند زد، گونه نرمت را نوازش کرد و من به قدری خوشحال بودم که درد را حس نکردم. تو به دنیا آمدی و غم و وحشت آن نوزاد مرده را از وجودم شستی. همه بچه‌های پیش از تو را با عمه‌ات به مدرسه فرستادم، مبادا مجبور شوم چیزی بنویسم، اما نام تو را آنقدر تمرین کردم تا یاد گرفتم و خودم تو را در مدرسه ثبت نام کردم. هر بار که معلم‌هایت از هوش و استعدادت تعریف می‌کردند، قند توی دلم آب می‌شد. وقتی در دانشکده داروسازی قبول شدی، دبیرستان برایت پارچه تبریک آویزان کرد. وقتی دانشجو شدی، بارها با پلیس ضد شورش و گازهای اشک‌آور دست و پنجه نرم کردی. من نمیدانستم تو و دوستانت برای چه چیزی مبارزه میکنید، اما مطمئن بودم تواناییش را داری. برای همین هیچ وقت سعی نکردم مانعت شوم. روزی که از من خواستی همراهت بیایم را هرگز از یاد نمیبرم. گفتی مامان دلم میخواد با هم بیای. احساس غرور کردم. شلوغی را که دیدی گفتی اگه همدیگر رو گم کردیم جایی نرو، همون جایی که هستی بمون تا پیدات کنم. کاش روزی که در متروی سئول گم شدم این راهنماییت را به خاطر می آوردم. با مردی که فرزند مردم را به خاک سپرد اتفاقی آشنا شده بودم. روزی لگنی پر از آرد روی سرم گذاشته بودم و به سمت خانه می رفتم. آن مرد نزدیک شد و گفت بده برات با دوچرخه میارم میذارم تو مغازه نزدیک روستا، ازش بگیر. مرد دور و دورتر شد و در غبار برخاسته از راه دوچرخه گم شد. وقتی به مغازه رسیدم و خبری از لگن نبود، فهمیدم مرد آن را دزدیده. در به در دنبال خانه اش گشتم تا بالاخره دوچرخه اش را جلوی در خانه ای دیدم. مادر پیرش در ایوان نشسته، فرزند 3 سالش انگشت خود را میمکید و همسرش در حال زایمانی سخت بود. آمده بودم لگنم را پس بگیرم، اما به خودم آمدم و دیدم نوزاد زن را به دنیا آوردم. 1 هفته 10 روز بعد برای همسرش سوپ جلبک پختم و برایش بردم، اما مرد گفت که همسرش 3 روز بعد از زایمان تب کرده و از دنیا رفته. تا 3 هفته 1 روز در میان به خانه‌اش می رفتم و به بچه‌اش شیر می دادم. در عوض تا 30 سال بعد هر جا مشکلی برایم پیش می آمد از آن مرد کمک می گرفتم. اولین بار بعد از مرگ کیون بود. دلم می خواست بمیرم، اما او گفت گذر زمان معجزه می کند. فرزند 4م را هم او به خاک سپرد.
خانه یخ زده. انگار بعد رفتن من کسی به اینجا سر نزده. خانه چیز عجیبی است. هر وسیله‌ای با استفاده زیاد خراب می شود. خانه از بلا استفادگی. از گوشه گوشه‌اش خاطره دارم. از زمانی که بعد از ازدواج با هم به اینجا آمدیم، بچه دار شدیم، روزهای خوشی را سپری کردیم. پای زن دیگری به زندگیت باز شد. از تو متنفر شدم، قهر کردم، برگشتم. بچه ها بزرگ شدند و به شهر رفتند و حالا که هیچ کس توی خانه نیست، حتما برای پیدا کردنم به سئول رفته ای. کتاب‌های چیون را توی یکی از اتاق‌های همین خانه گذاشتم. به خودم قول دادم خواندن یاد بگیرم و کتاب‌هایش را بخوانم، اما سردردها نمی‌گذاشت. دلم نمی‌خواست چیزی به تو بگویم. مجبور بودم تنهایی تحملش کنم. نمی‌خواستم به تو بگویم مشغول یادگیری خواندن هستم. غرورم اجازه نمیداد. این یادگیری سردردهایم را بدتر کرد. در عوض می توانستم کتاب‌های دخترم را بخوانم. می توانستم برای هر کدامتان نامه خداحافظی بنویسم. کت پوست سمورم هنوز توی کمد است. یاد روزهای 55 سالگی افتادم. روزهای افسردگی که پیش می آمد. چندین روز پشت سر هم حرف نزدم. روزی به کلیسا رفتم. پای مجسمه مریم مقدس افتادم که مسیح را در آغوش داشت. آرزو کردم از شر افسردگی خلاص شوم. همان موقع پالتوی زنی صورتم را نوازش کرد. آنقدر لطیف بود که ناخواسته صورتم را رویش کشیدم و اشکی که مانعش شده بودم روی گونه‌ام لغزید. همان روز از دخترم خواستم برایم یک پالتوی پوست سمور بخرد. تعجب کرد. اونقدر سرد نیست. جایی رو داری کته رو بپوشی؟ آره. میخوای جایی بری؟ نه. از جوابهای کوتاه هم خنده‌اش گرفت. باشه. پس بیا سئول بریم خرید. پالتو را خریدیم و به خانه پسرم رفتیم. عروسم وقتی کت را دید چشمهایش گرد شد. خوش به حالتون. دختری دارین که براتون کت پوست سمور میخره. من واسم نرسید حتی یه شال پوست روباه برای مادرم بخرم. میگم پوست سمور نسل به نسل ارث میرسه. بعداً باید بدیم به من. دخترم عصبانی گفت. بس دیگه. اولین بار مامان چیزی از من خواسته. هیچ تصوری از قیمت آن پالتو نداشتم. روزی به همان فروشگاه رفتم و قیمتش را پرسیدم. خشکم زد. مغزم سود کشید. به دخترم زنگ زدم و گفتم باید پالتو را پس بدهیم، اما دخترم قبول نکرد. مامان اون پالتو حقته. تنت کن. کم پیش می آمد آنقدر سرد شود که آن پالتو را بپوشم. تصمیم گرفتم بعد از مرگم آن را به دختر کوچکم ببخشم. حالا مادرم در ایوان خانه‌ای که در آن متولد شدم منتظرم نشسته. وقتی به دنیا آمدم مادر بزرگم خواب دید گاوی با پوست قهوه‌ای براق. از خواب بیدار شد و روی پای ایستاد.
مادر بزرگ می گفت چون موقع تولدم این خواب را دیده و گاو برای بلند شدن از نیروی خودش استفاده کرده، من دختر پرتوانی خواهم شد، منبعی از نیرو و شادی خواهم بود و باید از من خوب مراقبت کنند. چشم مامان به پایم می افتد. بند دنبایی پلاستیکی آبی در پایم فرو رفته و به استخوان رسیده. صورت مامان از غم مچاله می شود، مثل چهره من در آینه وقتی نوزاد مرده‌ام را به دنیا آوردم. مامان می گوید عزیزم، آغوشش را باز می کند و مرا در بر می گیرد. دنبایی های آبی را از پایم بیرون می آورد و پایم را در دامن می گیرد. نه لبخند می زند، نه می گرید. مامانم می دانست تمام عمر به او نیاز داشتم. 9 ماه است مامان گم شده. حالا در واتیکان هستم. بی توجه به حرفهای راهنمای سفر به سرویس بهداشتی می روم. آبی به صورتم می زنم و نامه مچاله خواهرم را از جیبم در می آورم. موقع رفتن آن را در صندوق پست دیدم، اما بازش نکردم. ترسیدم مانع سفرم شود. از سرویس بیرون می آیم. کنار بقیه اعضای گروه می نشینم، اما به جای گوش دادن به توضیحات راهنما مشغول خواندن نامه می شوم. وقتی از آمریکا برگشتم، مامان یه نهال خرمالو بهم داد. قدش تا زانوم بود. اونقدر کوچیک بود که چشمم آب نمیخورد میوه بده. راستش دلم نمیخواست اون نهالو ببرم تو حیاط خونه‌ای که مال خودم نیست. اما مامان گفت خیلی زود میوه میده. بازم رغبتی به بردنش نداشتم. مامان گفت اینطوری بعد مردنم هر وقت میوه بده یادم میافتی. اخیراً از کلمه بعد مردنم زیاد استفاده میکرد. تنها راهی بود که وادارمون میکرد حرفشو گوش بدیم. وقتی هم از کاری خوشش نمیومد میگفت هر وقت مردم فلان کارو بکن. نهالو کاشتم، اما وقتی مامان اومد سئول گفت خیلی نزدیک دیواره. مدام پیگیرش بود که جاشو عوض کنم. منم امروز و فردا میکردم تا اینکه بالاخره از تو خاک درش آوردم. باورت نمیشه، غافلگیر شدم. نمیدونی ریشه های نازک اون نهال لاغر چطور جون گرفته بود. تلاشش برای زنده موندن تحت تأثیر قرارم داد. شاید مامان میخواسته بهم بفهمونه اگه فقط کمی به درختم اهمیت بدم رشد میکنه و میوه میده. تازه بهش علاقمند شدم. شکی که داشتم و نمیدونستم اصلا رشد میکنه یا نه از بین رفت. یادت ازم خواستی چیزی از مامان بهت بگم که نمیدونی؟ من مامانو درست نمیشناسم. نمیدونم قدرتشو از کجا می آورد. من 3 بار مادر شدم، اما هنوز نمیتونم مثل مامان باشم. عاشق بچه هامم، اما بلد نیستم مثل مامان زندگیمو پاشون بریزم. من هنوز کلی آرزو واسه خودم دارم، اما مامان هیچ وقت فرصت نکرد بره پی آرزوهاش. چرا خیال میکردیم از روز اول مامان بوده؟ چرا هیچ وقت به آرزوهاش فکر نکردیم؟ خیلی دلم میخواد دوباره یه روز پیشش باشیم، سعی کنیم احساسشو، سختیاشو، آرزوهاشو درک کنیم، دلداریش بدیم، اصلا فقط حرفاشو بشنویم. حتی اگه چند ساعتم باشه خوبه. میخوام بهش بگم عاشقشم که همه این کارا رو برامون کرد. بگم زندگیشو دوست دارم، کاراشو دوست دارم. بگم براش احترام قائلم. چیان؟ خواهش میکنم مامانو پیدا کن. اعضای گروه از راهنمای سفر سوال میکنند. سوالهایشان مرا یاد سوالهای مادر میاندازد. همیشه وقتی میخواستم هواپیما سوار شوم نگران میشد. اما وقتی برمیگشتم پرسش‌های کنجکاوانه‌ای داشت. مثلا میپرسید
خوشمزه ترین غذای ژاپن چیه؟ یا اینکه چینیا چجوری لباس میپوشن؟ آخرین سوالی که کرد. پرسید کوچکترین کشور جهان کجاست؟ و حالا همونجا هستم. چرا پرسید؟ تسبیح عقاقیای آن کشور را میخواست. میگفت آن را با چوب عقاقیای بنفش میسازند. چشمم به فروشگاه سوغات فروشی میافتد. وارد میشوم و میپرسم تسبیح عقاقیا دارین؟ فروشنده میپرسد تسبیح عقاقیا؟ همون که با چوب عقاقیای بنفش میسازن. آها. به سمت ویترین میرود. تسبیحی به دستم میدهد و میگوید اینو میگی؟ عطر عقاقیا از جعبه توی دستم به مشام میرسد. مامان این بو را میشناخت؟ فروشنده میگوید اینو همین امروز یک کشیش متبرک کرد. همون تسبیحی بود که مادر میگفت. میپرسم این تسبیح فقط اینجا پیدا میشه؟ نه، همه جا هست، اما خب مال واتیکان ارزش بیشتری داره. فروشنده میپرسد سوغاتیه؟ دلم میریزد. سوغات؟ یعنی میشود این را به مادرم بدهم؟ یعنی دوباره مادر را میبینم؟ با همان تسبیح به سمت کلیسا میروم. مجسمه مریم و مسیح چنان زنده اند که انگار واقعی اند. حس میکنم کسی دستی به شانه‌ام میکشد. سریع برمیگردم. انگار مامان پشت سرم ایستاده. تازه میفهمم هر وقت رو به راه نبودم به مامان فکر میکردم. حتی وقتی هم گم شد شماره‌اش رو میگرفتم، با اینکه میدانستم جوابی نمیگیرم. چرا به روم آمدم؟ حتما ناخودآگاه به این مجسمه فکر کردم. آمدم تا دعا کنم. شاید هم فهمیدم که مامان دیگر در این دنیا نیست. شاید آمدم اینجا تا التماس کنم لطفاً مامانو فراموش نکنین. لطفاً بهش رحم کنین. لطفاً مراقب مامان باشین.